افغانستان کشوری است که فقط از اخبارهای منفی رسانه‌ها در موردش می‌دانیم. جنگ، حملات تروریستی، طالبان و تجارت مواد مخدر. اما در کنار تمام این صفات منفی، سرزمینی است دارای مردمی با داستان‌های مثبت، منابع طبیعی غنی و فرهنگ قدیمی و پربار. افغانستان در آسیای مرکزی در همسایگی با کشورهای ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین قرار دارد. کشوری است کوهستانی با تقریباً 30 میلیون جمعیت که منبع اصلی درآمد زراعت و کشاورزی می باشد. پایتخت افغانستان کابل است. از دیگر شهرهای بزرگش که دارای فرهنگ غنی و پربار هستند می توان از قندهار، هرات، مزار شریف نام برد. افغانستان جزو کشورهای مسلمان است و دین اصلی مردمش اسلام می باشد. اماکن مقدس و زیارت‌های مذهبی متعددی در این کشور وجود دارد که زیارت سخی حضرت علی علیه السلام در مزار شریف یکی از مهمترین و زیباترین اماکن مذهبی افغانستان می باشد. میگویند که در مقبره روضه سخی قسمت‌هایی از اعضای بدن حضرت علی علیه السلام پنهان است. مسلمانان شیعه مذهب حضرت علی علیه السلام را به عنوان اولین جانشین پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌دانند. برای بازدید و زیارت این مکان مقدس سالانه میلیون‌ها زائر از سراسر کشورهای اسلامی به مزار شریف مسافرت می‌کنند. افسانه است که می‌گوید همه کبوترها وقتی بر گرد مناره مقدس زیارت سخی پرواز می‌کنند، رنگشان به رنگ سفید تبدیل می‌شود. افغانستان بعد از 30 سال جنگ با مشکلات فراوانی دست در گریبان است. فقر، کمبود آموزش و پرورش، وضعیت نابسامان تغذیه و جایگاه نامناسب زنان و کودکان در جامعه. داستان زنان و دختران افغانی که در این فیلم می‌بینید در واقع نشانگر امیدی است که برای تمام این مشکلات راه حلی وجود دارد. به خاطر که درس بخون. بلندتر گپ بزن که درس بشنوه. درس. قبل از اینکه درس نمیخواندی چیکار میکردی؟ خواهد جمعی. چی شد که دیگه سر کار نمیکنیم؟ ما بگو آشیانه را آشیانه. آشیانه کجا هست؟ چی هست آشیانه؟ آشیانه دکوت شرنا. اونو چی کار میکنن در آشیانه؟
خواست مرا نشان میده. درس درس خوندی؟ چی میخوندی اونجا؟ دری ریاضی پشتو خب کدام انگلیسی. چیز رو دوست داری؟ مضمون رو خوش داری؟ دری ریاضی آشانه یعنی مرکز یا محل حمایت اطفال به بضاعت یا در معرض خطر که از اثر مشکلات زندگی خود دچار مشکلات زیاد هستند و مجبور گردیدند در سن طفولیت از تعلیم و تربیه باز مانند و روی سرک کارهای شاقر انجام بدن و یا کارهای شاقر در هر محله که باشن انجام میدن و یک لقمه نان برای فامیل خود تهیه میکنن. پدر کجاست؟ پدر مرده چرا؟ سرطان قلبی داشت. چند تا خواهر برادر هستی؟ 4 خواهر 4 برادر. خود در شرایط افغانستان اگر ببینیم وقتی یک کسی بزرگ میشه بدون سواد یا بدون کدام حرفه نمیتونن کار یا شغل خوبتر برای خود پیدا بکنن، خب مجبور هست در ادارات دولتی اگر مراجعه بکنن من حیث چوکیدار یا صفاکار در اوجه میگه. میره کار میکنه که سرک نمیره، سرک چیز نمیکنه دیگه، مکتب میره. ما خودم کالشویی میکنیم، یک روز جور هستیم دیگه روز سردرد هستیم، چی هست بی تکلیف است ما هم دیگه. درس میخوانیم، دکتر شویم، از این مادر ماری چیز نشویم دیگه، یک ذره ما خوب شدیم دیگه، ما میگه خوب شدیم چی وطن را خدمت میکنیم دیگه، کسی مریض شد دیگه دکتر میشیم خوب دیگه لایق میشیم، تو قسم میکنه دیگه.